السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش آمدید به درس اولی اللغة العربية، یعنی لغتی یعنی زبان عربی. اصلا پیش از آن که هر کتابی رو که یعنی شاگرد ثبت میکند برای خواندن، برای درس خواندن، پیش از آن که یعنی مقدمه آن کتاب رو بخواند یا مقدمه آن علم رو بخواند، همیشه باید اول از مقدمه یعنی علم سر کند. یعنی که وقتی ما در مدرسه کتاب میخواندیم، اول به ما استاد مقدمه العلم رو درس میداد، یعنی که علم چی است، خودی علم آموختن، علم دین رو آموختن چی است. و برای همین بود که روز گرچند که روزی فقه بود و ما باید یعنی اولین درس فقه رو میخواندیم، ما پیش از درس فقه برای شما مقدمه العلم رو درس دادم مختصر کرده. یعنی که مقدمه العلم یعنی مقدمه علم، و در مقدمه علم اولا آداب تعلیمی یا اینکه حاصل کردن علم رو یعنی آموخته می شود، و دوم فضیلت علم رو بیان کرده می شود که یعنی طلب علم کردن چی فضیلت دارد. چنانکه که ما الحمدلله دین روز خوندیم. اکنون کسانی که با ما دین روز نبودند، امیدوارم که شما درسی یعنی مقدمه العلم رو که من به دو قسمت یعنی تقسیم کرده بودم آنها رو گوش کردید. اکنون در این درسمان ضروری نیست که من دوباره مقدمه علم رو برای شما درس بدهم. برای همین در اینجا مثلا هست آدابی حاصل کردن علم، من این رو دوباره برای شما درس نمیدیم، اما میخواهم که همین صحیفه رو یک در همینجا بیارم. کسانی که نبودند میتوانند که یعنی این رو در وقت خود بخوانند، اگر نه کسانی که در اینترنت این درس ها رو یعنی پیروی میکنن، گوش میکنن، میتوانید که ویدیو رو در همینجا یعنی وقفه کرده شما همین رو بخوانید. به هر حال الحمدلله ما دوام میدیم. درباره معلمه این درس ها هم من گپ نمیزنم، یعنی شاگردانی که با من یک هفته میشود، چند روز میشود گپ میزنید و غیره، شما یعنی من رو تا یک درجه میفهمید من کی هستم. اما باز هم کسانی که بسیار یعنی در این زور میزنند، در این خیلی زیاد یعنی تاکید میکنند که یعنی تو علمت رو از کجا گرفتی یا اینکه تو کی هستی، میتوانند که در کانال یوتیوب یعنی درباره بعض یعنی تاریخ علمی من گوش کنند و بغیر از این یعنی دیگر ضرورت نیست. دوام میدیم. پیش از آن که ما درس های عربی رو سر کنیم، من بعضی نقطه ها رو میخواهم که یعنی روشن و واضح بسازم. اولا این هست که تمام لغت عربی رو در این درس شما یاد نمیگیرید. یعنی این ظاهر هست، آدم نمیتواند که فقط با یک چند درس که این 11 درس می باشد انشالله، چون که در این نقطه میبینید این مجموعه از 11 درس می باشد. این چی هست؟ این یک مقدمه یا اینکه یک درجه ابتدایی عربی هست. من در 10 درس میدهم، 10 یعنی فن عربی نه اما 10 باب عربی رو درس میدهم و در خاتمه یعنی در درس 11 یک خاتمه کرده همش رو دوباره یعنی چی میکنم، تکرار میکنم. اما این فنی که من یعنی اختصار کرده، این کورس عربی، این درس عربی که من برای یعنی مبتدئین، برای شاگردانی که ابتدا میکنن در این فن که درس میدهم، این در این یعنی این رو آموختن شما لغت عربی رو پورا یاد نمیگیرید. هر زبان باشد، چه عربی باشد چه دیگر زبان باشد، آدم نمیتونه که با یک کتاب یعنی یا اینکه با درس خواندن یک چند کتاب یاد بگیرد. حتی که اگر 10 کتاب رو هم یاد بگیرید، تا وقتی که یعنی تمرین نکنید، تا وقتی که گوش نکنید عربی رو، تا وقتی که نخونید، گپ نزنید، یعنی که تمرین نکنید، یاد نمیگیرید. وقتی که ما در مدرسه یعنی به درجه یعنی عالمی وقتی که میخونیم، از 5 سال تا 8 سال میتواند باشد. این وابسته از کدام مدرسه میروی هست. خب مشکل در این هست که بعضی شاگردان مثلا بعضی همکورسای من یا اینکه زیادی همکورسان من، زیادی کسایی که در این مدرسه های ما میخوانند در اینجا مثلا حتی تا 6 سال هم میخوانند، تا 7 سال هم میخوانند، اما هیچ وقت به عربی یعنی گپ زدن نمیتوانند. یا اینکه خیلی یگون کتاب علمی رو بگیرند و به عربی بخوانند، درباره مثلا کتاب توبه اگر باشد، یا اینکه یگون کتابی یعنی روحانیت باشد، یا اینکه یگون کتاب سیرت باشد، کتاب تاریخ باشد، هیچ وقت نمیتوانند. ها مثلا همین خیلی بعضی قانون‌های عربی رو میدانند و در وقتی مدرسه بودنشون در یادشان هست، اما وقتی که از مدرسه میبرایند آهسته آهسته فراموش میکنند. پس وقتی که من در مدرسه بودم این حالت رو میدیدم و میخواستم که من این خیلی نشوم. برای همین در وقتی یعنی استودنت بودنم، در وقتی یعنی طالب علمیم، چی میکردم؟
با یعنی درس خواندن احکام لغت عربی، قانونهای لغت عربی که ما میگوییم صرف و نحو، مثلا نویسید مثلا در کتابچه های خود صرف و نحو، یعنی این دو بخش های کلانی لغت عربی می باشد که در این دو بخش ما قانون های عربی رو یاد میگیرید. اما مثلا این 10 درسی که این 10-11 درسی که من میدهم، این یعنی هست صرف و نحو، اما زیادتر نحو هست و از بخش نحو هم خیلی با اختصار من درس میدهم، چون که شما باید اول از یک کتاب خیلی مایده سر کنید. بعد وقتی که کتاب مایده رو خوندیم، بعد من برای شما از این کتاب نحو تطبیقی درس میدهم. وقتی که من قانون ها رو میخوندم، میدیدم که خوب قانون ها رو من یعنی یاد میگیرم، میخوانم، اگزمین میدهم، اما برای چی من گپ زدن نمیتوانم؟ برای چی هست که یعنی من تا حال یعنی این سوال ها رو من از سال 3 یعنی درس هایم پرسیدن سر کردم. بعد دیدم که گفتم که من خود رو باید به این زبان بیشتر بدهم. پس چی کردم؟ برای شما هم این توصیه رو میدهم. ویدیوهای علمایی که با عربی گپ میزنن، آنها رو گوش کردن رو سر کردم. مثلا هست یک شیخ مالکی، شیخ سعید الکملی، که درباره موطا مثلا درس میدهد، یا اینکه بعضی نصیحت ها دارد، آن رو گوش میکردم. یا اینکه یعنی هر شیخی که باشد فرق نمیکنن، گوش میکردم. زیادتر درباره یعنی سیرت باشد، درباره یعنی نصیحت باشد، تا اینکه یعنی با گپ‌های عقیده و با گپ‌های منهج و با خیلی چیزا گرفتار نشوم. گفته همین خیلی گپ‌های یعنی سخن‌های عربی رو گوش میکردم تا اینکه یعنی گوشم با شنیدن این زبان عادت کند. آدم وقتی که میخواهد که یکم زبان رو یاد بگیرد، چندین چیزها رو باید یعنی پیروی کند. شما این رو نویسید. اولا باید تمام یعنی حس‌های خود را، همین 5 حسی که داریم، شنیدن، دیدن، یعنی تا درجه‌ای که میتواند اینها رو با این علم مشغول کند. یعنی که این زبان رو بشنود، این زبان رو نویسد، گپ زند، مثلا فکر کند، صورت‌های یعنی چیزها رو دیده این زبان رو یعنی لفظ‌هایش رو ببیند، چشم‌های خود رو استعمال کرده، هر زبانی که باشد. و من برای شما این وقتی که این نصیحت‌ها رو میدم، از یک جایی یعنی تجربه برای شما این نصیحت‌ها رو میدم، چون که من الحمدلله با زبان‌ها خیلی یعنی تجربه دارم. بغیر زبان عربی، زبانی مثلا خیلی هست تاجیکی که زبانی مادری هست، اما زبانی اردو رو هم یاد دارم، دیگر زبان ها هم هست. پس شما هم چی کنید؟ بغیر از این قانون ها رو آموختن، شما این زبان رو گوش کنید، این زبان رو بنویسید. مثلا جمله بندی رو یاد بگیرید در کتابچه خود. من چی میکردم در وقت مدرسه؟ از مکتب که می اومدم در کتابچه رو واس کرده، دفتر رو واس کرده، درباره روزم به عربی کوشش میکردم که نویسم. مثلا میگفتم که یعنی كنت في المدرسة اليوم وكان يوما صعبا جدا، میخوام مینویسم روزی دشوار بود. من جمله ها رو آهسته آهسته کلانتر و کلانتر میکردم. دوم نکته این هست که با عربی صحبت کردن رو یاد نمیگیرید، چون که این برای صحبت کردن، برای گپ زدن خیلی یک درجه دیگر هست. برای صحبت کردن اول باید قانون‌های زبان رو بدونید، بعد کلمه‌هایی که هر روزه هست، کلمه‌هایی که دایر حتی برای فن اسلامی هم باشد، خیلی زیاد کلمه‌ها هست. آدم اگر کلمه‌هایی که میداند کم باشد، نمیتونه جمله رو یعنی بسازد، حتی اگر قانون‌ها رو هم بداند. همین خیلی نیست؟ اگر قانون‌ها رو هم بدانید اما ندانید که این رو چی گفته می شود، کتاب رو چی گفته می شود، قلم رو چی گفته می شود، جمله رو بسته نمیتوانید. برای همین این رو یعنی پیش از پیش بدانید. اما یعنی یک زبان رو یاد گرفته از همین جو سر می شود، از همین خیلی قدم‌های میده میده. اگر شما این درس مقدمه یعنی این درس ابتدایی رو خوب یاد گیرید، یعنی که فقط 11 درس می شود. فکر کنید فقط بعد از 11 هفته که 2 ماه می شود، از 2.5 ماه می شود، شما با یک کتاب اصلی نحو شما چی میکنید؟ منتقل می شوید. برای همون از صبر کار بگیرید و آهسته آهسته پیش روید. کسی که آهسته آهسته یعنی با صبر و با دقت و با یعنی چی میگن، با فن رو خشوع آموخته یعنی جلبازی نکرده پیش می رود، یعنی خیلی زیاد یعنی نتیجه خوب می بیند. فقط عربی فصحی یعنی قرآنی رو یاد میگیرید، یعنی عربی فصحی، چون که عربی هم به چند لهجه هست. خب یک لهجه هش یعنی گفته میشد عربی فصحی، یعنی که عربی که یعنی که در قرآن شما میخونید، احادیث به همون عربی می آید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم و صحابه رضی الله عنهم هم به همین عربی فصحی، یعنی که عربی فصحی یعنی صاف گپ میزدند.
و الحمدلله برای ما چی در دیگر لهجه های عربی، یعنی چنانی که مثلا وقتی که ما تاجیکی گپ میزنیم، وقتی که آدم در تاجیکستان زندگی میکند در بین یعنی مردم، تاجیکیش چی میشود؟ کمتر دیگر میشود، عامی میشود. یعنی که هر روزه کلمه های هر روزه که شما استعمال میکنید مثلا با عروسی گپ میشود و غیره. و کسی که تاجیکی رو فقط از کتاب مثلا یاد گرفته باشد یا اینکه در تاجیکستان نباشد، بعد او خیلی گپ میزند، خیلی کتابی گپ میزند، یعنی کلمه های کلان، کلمه های هر روزه رو استعمال نمی کند. کمتر رنگی من مثلا من اونقدر تاجیکی هر روزه رو خوب گپ زدن نمیتوانم. شما شاید این رو یعنی قید کرده باشید، چه اهمیت داده باشید. بعضی کلمه های من عربی می باشد، بعضی ها خیلی فارسی می باشد. به هر حال تا وقتی که من رو فهمید این خوب، اگر نفهمیدید یکم کلمه رو یعنی شما از سوال کردن نشمید. به هر حال برای ما فقط عربی فصحی مهم هست و مثلا عربی میتواند لهجه مصری باشد یا مثلا میتواند لهجه سوری باشد، لهجه مثلا ماروکو باشد، خوب که دریجه گفته می شود. و وقتی که در ماروکو وقتی که عربی گپ میزنند به فرانسوسکی الدرش هست که خیلی عربی دشوار هست، حتی عربی صاف هم نیست و مثلا کلمه ها رو پورا نمیگویند و غیره و غیره. برای همین هست که ما عربی فصحی را یاد میگیریم. اما یعنی اگر در هر کجایی که روید، یعنی برای طلب علم، اگر فصحی را بدانید، علمای آن زمین آن دولت شما رو میفهمند. برای همین یعنی عربی فصحی از همه قیمت ترین هست. این درس های ابتدایی هست پیش از کتابی النحو التطبیقی که این می باشد. خب این کتاب برای چی خوب هست؟ برای که این نحوی هست که برای تطبیقات کردن، یعنی که برای استعمال کردن و برای علاقه یعنی گپ زدن و نوشتن کمک میکند. همه قاعده های نحوی هست و صرف هم هست. اصلا یعنی بخش صرف که می باشد اصلا از بخش نحو هست. در یعنی زمانهای اول صرف و نحو یک فن بودن در تحتی یعنی لغت العربیه. اما بعد بود که آیسته آیسته از نحو صرف جدا شده. بعد یعنی ما داریم البلاغه که وقتی که با بلاغت، با روشنی، با بیشتر یعنی خوشروگی وقتی گپ زدن آدم میخواهند، یعنی با کلمه های کلانتر بلاغت رو یعنی کلمه بخشش فن البلاغه رو یاد میگیرد. بعد چی هست؟ این مجموعه از 11 درس هست. دوام میدیم. این النحو تطبیقی که هست شیخ خالد عبدالعزیز این رو تصنیف کرده هست. خیلی کتابی مفید هست. در درونش هر خیل رنگ هم دارد، هر خیل این خیل قوتیگکا هم یعنی رسمه ها هم دارد. بسیار آسان کرده، یعنی میفهموند این مؤلف. و الحمدلله این مؤلف استاد من هم میباشد که من نحو را یعنی یک بخش نحو را و این کتاب رو هم در زیر همین مؤلف شیخ خالد عبدالعزیز یاد گرفتم الحمدلله. پس یعنی شما میتوانید که با واسطه یک شخص از خود مؤلف این کتاب درس بخوانید. اما تا وقتی که به این کتاب رسیم شما به همین درس ها یعنی توجه بدهید. پس ابتدا چی است؟ از کجا سر میکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از اینجا سر میکنیم که کلمه یعنی چند تقسیم دارد، چند نوع دارد. یعنی وقتی که فن عربی درس داده میشد از همین جا سر میکنیم و من این رو فهمیده میتوانم که زیادی شما شاید این یعنی بعضی این موضوع های ابتدایی رو شاید یاد گرفته باشید. اما شما صبر کنید تا اینکه دیگر خواهران هم تا همین جا برسن و بعد ما یک جای دوام میدیم و فنهای دشوارتر رو یعنی موضوع های دشوارتر رو یاد میگیریم. کلمه هر آن چیز رو گفته می شود که از زبان خارج شود. خب اصلا یعنی پیش از کلمه لفظ گفته می شود و عربی میفهمونن، علما میفهمونن که پیش از آن که یک چیز کلمه گفته شود هر چیز که از دهان خارج شد آن را لفظ گفته می شود. لفظ و جمع لفظ می شود الفاظ. این آنقدر مهم نیست چون که یگان یعنی نتیجه ندارد. اما من باز هم همین خیلی میگویم وقتی که هر چیز که از دهان خارج شود میتواند که یا معنادار باشد یعنی موضوع باشد یا اینکه به معنا باشد. به معنا از جهت فحشانه، از جهتی که معنا نداشته باشد یعنی به معنا باشد و این رو گفته می شود مهمل. یعنی که لفظ میتواند که یا اینکه موضوع باشد یا اینکه مهمل. و وقتی که لفظ معنا داشته باشد میتواند که یا اینکه یعنی کلمه باشد یا اینکه مرکب باشد، یعنی که یا اینکه جمله باشد یا اینکه یک کلمه باشد. پس از کلمه وقتی که ما سر میکنیم از همین جا سر می شود. وقتی که یک کلمه باشد که معنادار باشد. پس کلمه به 3 اقسام تقسیم می شود: اسم، فعل، حرف. خب ما همه این بخش ها را انشاءالله یاد میگیریم
اما اگر با اختصار بگویم اسم یعنی یکم چیز می باشد، فعل حرکتی می باشد که می خوانیم انشاءالله و حرف یک حرف دو حرف باشد یعنی حرف گفته می شود، اما همه این بخش های خود را دارند، ما آیسته آیسته یاد می گیریم. و اسم که می باشد یا می تواند معرفه باشد یا نکره. معرفه یعنی که خاص، یک اسم خاص، یک چیز خاص، یک کس خاص، یک جای خاص، یا اینکه نکره باشد یعنی که یک جای، یک کس، یک چیزی عام. خوب دوام میدیم. اسم چی رو گفته می شود؟ شما اکنون بفهمید که در این درس ما درباره مبتدا و خبر هست که این اولین یعنی موضوع مهمی هست برای جمله بندی، برای عربی رو فهمیدن. و انشالله در آخر همین درس ما الکی بعضی آیات های قرآن رو نظر میکنیم و بعضی احادیث رو میبینیم. اما یعنی تا آن وقت شما صبر کنید. اسم چی رو گفته می شود؟ نقطه اول، هر کلمه ای که به شخص، حیوان، جای یا چیز دلالت می کند، یعنی معنای آن رو می دهد، اسم گفته می شود. اسم ها صیغه ندارند. یعنی اگر کلمه صیغه رو نفهمید، یعنی صیغه های گذشته با مثال ها بفهمید. گذشته، فی الحال، مستقبل. گذشته، فی الحال، مستقبل. اگر شما بعضی کلمه هایی که من استعمال میکنم یا در اینجا نوشتم اگر شما نفهمید، یعنی از سوال کردن نشرمید. می توانید میکروفون خود رو باز کرده گپ زنید، باقی ندارد. اگر یعنی ضبط هم شود هیچ غم ندارد. خوب می شود کسانی که میشنوند شاید از سوال شما یعنی فایده ببینند. اما با اختصار اگر سوال کنید خوب می شود. من بعضی وقتی می نویسم یعنی ناخواست یگون کلمه ای که دری می باشد، فارسی می باشد، بعضی وقت استعمال میکنم و بعضی وقت کلمه اردو استعمال میکنم یا بعضی وقت کلمه ناخواست عربی رو هم خیلی به تاجیکی می نویسم. گمان میکنم که یعنی یک چیز هست. برای همین اگر شما نفهمید برای که شما زیادی وقت بعضی کلمه های روسی رو استعمال میکنین که من روسی تیم که از یادم برآمده است، برای همین خوب میشد وضاحت کنید، واضح بسازید. خوب اولین نکته این هست یعنی که زیادی کلمه هایی که ما استعمال میکنیم چی است؟ اسم می باشد. برای که اشخاص، شخص، حیوان ها، جای ها یعنی مکان ها، چیزها، زیادی چیزهایی که ما یعنی گپ میزنیم درباره‌اش، زیادی کلمه هایی که ما استعمال میکنیم چی هست؟ همین چیزها می باشد. همین در همین بخش ها داخل می شود. همین خیلی نیست؟ پس زیادی کلمه هایی که ما استعمال میکنیم اسم می باشد. خوب و اسم صیغه ندارد. صیغه یعنی چی؟ وقت، یعنی گذشته، حاضر یعنی فی الحال، یعنی که حاضر و مستقبل در آینده. فهمیدین؟ برای همین هست که یعنی یک نقطه جداگی وقتی که ما فنی صرف میگوییم، یعنی فنی صرف رو هم فنی علم الصیغه گفته می شود، چون که فنی صرف بیشتر درباره فعل ها می باشد و درباره صیغه های فعل ها، مثلا فعل، یفعل، افعل، لا تفعل. این هست علم الصیغه، علمی صیغت. خوب برای همین هست که صرف رو علم الصیغه گفته می شود و یعنی فنی این خل اگر می خواهید بفهمید فنی نحو زیادتر درباره یعنی اسمها و غیره می باشد و فنی صرف که می باشد زیادتر درباره فعل ها می باشد که انشالله یک روز اگر صرف رو درس بدیم بسیار یعنی جالب می شود، چون که در فن صرف خیلی چیزها رو باید ازیاد کنید. مثلا یعنی این خیلی گردان ها می باشن که باید همه یعنی صیغه ها رو برای همه یعنی یک شخص، دو شخص، برای یک زن، دو زن جمع باید ازیاد شود و این خیلی ما در مدرسه یاد میگرفتیم. تستز میگفتیم فعل، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتم، فعلتم. این خیلی میگفتیم. اول در مشکل هست، با آیسته یاد میگیرید خیلی جالب میشود. انشالله الله به همان روز ما رو برساند. دوم نقطه چی هست؟ الف لام. الف لام در کلمه پیوست کرده می شود برای آن که کلمه رو از کلمه نامعین بودن خاص کند. کلمه مرد می تواند هر مرد باشد، اما وقتی که آن مرد گفته می شود یعنی مرد خاص. اکنون در اینجا یک دشواری این هست، خب شما خوب گوش کنید این رو. یک دشواری، یک مشکلاتی که ما در اینجا داریم این هست که در زبان تاجیکی متاسفانه یعنی ترجمه درست برای الف لامی که در کلمه ها یعنی پیوست می شود در اینجا مثلا ببینید در اینجا ترجمه ندارد، نه به زبان تاجیکی و نه در زبان فارسی و نه در زبان مثلا اردو. در این زبان ها یعنی الف لام ترجمه ندارد. برای همین من باید بگویم آن اصلا هسته هو،
یعنی کلمه اشاره هسته. برای تخصیص یعنی در تاجیکی یگان کلمه نیست. من نمیتونم خاص کرده بگویم مرد، شاید بگویم مرد خاص، اما این چی تخصیص نشد. من کلمه رو باید چی میکردم، یعنی اضافه میکردم تا اینکه شما بفهمید. اما باز هم یعنی ما آن رو استعمال میکنیم، باقی ندارد. یعنی همین خیلی میخواستم که شما رو یک بار بگویم، خبردار کنم که شما از این نکته یعنی خبردار باشید، برای شما معلوم باشد. خب به هر حال یعنی من در اینجا چی فهموندم که فقط این الف لام رو که میبینید، الف لام شما چی کنید؟ اولا نویسید در دفترچه های خود. من میخواهم که شما بعد از درس بعضی کارها رو انجام بدهید و اگر نفهمیده دشواری داشتید بعد میتوانم که من در درس آینده یا اینکه شما به من یعنی پیام کنید، من تا درجه که وقت داشته باشم برای شما بفهمانم. شما یک بار چی کنید؟ قرآن رو باز کنید یا اینکه یکم کتاب حدیث داشته باشید باز کنید و در آنجا کلمه هایی که الف لام دارند یک بار همین خیلی ببینید. یعنی انگشتتون رو در بالای همون کلمه ها هم خیلی بگذارید که شما یعنی به دیدن این کلمه ها عادت کنید. چون که الف لام که می باشد این خودش یک معنا دارد در لغت عربی. و الف لام، همین الف لامی که می بینید، اول مثال های زیاد ان شاء الله می آید. این الف لام فقط می تواند در اسم ها بچسبد، یعنی اضافه شود. در فعل اضافه شدن نمیتواند. پس هر وقتی که شما الف لام رو این خیل دیدین، یعنی که این کلمه حتما چی هست؟ اسم هست، یا شخص یا حیوان، یا نام شخص یا نام حیوان، یا اینکه نام مکان، یا اینکه نام یگون چیز. فعل نیست، یعنی یگون کار کردن نیست، یگون حرکت نیست، فعل نیست. شما میدونید به فکرم به تاجیکی هم خیلی اسم فعل حرف گفته میشود. یعنی که تا حال چی قید کردیم، چی مقرر کردیم؟ کلمه اسم چی است؟ اسم این چیزها را به این چیزها دلالت میکنند. و دوم، اسم فقط اسم هست که به اسم الف لام چسبیده میتواند. و وقتی که به یگم اسم و وقتی که ما میخواهیم که یک کلمه ای که عام هست، یعنی نامعین هست، وقتی که ما میخواهیم معین بسازیم، ما میتوانیم که با آن کلمه الف لام را بچسبانیم. یعنی این قانون ها همین قدر نیست. قانون های عربی خیلی خیلی زیاد هست. استثناءات، چیزایی که مستثنا میشوند، جدا میشوند، خیلی زیاد هست. این خیلی است که هر چیز یعنی به هر چیز الف لام پیوست کرده شود. یعنی مثلا نام ها و نام ها الف لام پیوست کرده نمیشود. اما من نمیتوانم که تمام این قانون ها را در یک وقت با شما بدهم. برای همین با صبر آهسته آهسته یعنی ما یعنی بالا میشویم، پیش میرویم. نقطه سوم چی است؟ الف لام و تنوین هیچ وقت در یک کلمه یک جای نمی آیند. الف لام رو شما میدونید. من به شما یعنی گفتم که الف لام چی است. الف لام یعنی حرفای عربی رو شما میدونید. تنوین که هست، تنوین رو هم شما میدونید. یعنی که وقتی که دو تا زبر باشد، دو تا زیر باشد، دو تا پیش باشد، ما این حرکت ها رو چی میگوییم؟ فتحتین، کسرتین، ضمتین به عربی. اما بعضی ها شاید به فارسی بدانند، فرق نمیکنند. یعنی دو فتحه یا اینکه دو زبر، دو زیر، دو پیش، این رو یعنی این مجموعه این حرکت ها رو چی گفته می شود؟ تنوین. هیچ وقت در یک کلمه هم الف لام و هم تنوین یعنی یک جایه نمی آید. این رو شما به مثال های یعنی ما تحت شما این رو خوب بفهمید. متاسفانه کمتر به عربی که من می نویسم کمتر چی می شود؟ این خیلی به هم دیگر می چسبد. برای همو شما یعنی چی نکنید، در اینجا سرگم نزنید. این هست کلمه البیتو، یعنی الف لام با یا تا و پیش. خوب، البیتو. من در اینجا حرکت نموندم، من این خیلی میکنم برای شما حرکت میمونم. یک دقیقه بستید. بسم الله. این هست تا و این دبل تا پیش. خوب، کما که یعنی اونقدر خوب و واضح و روشن نیست، اما به همین خیلی طاقت کنید. البیتو بیو با همش من اول چی میکنم؟ اول اعراب میگذارم، بعد میتوانیم به درس متوجه شویم. این هست بیتون. خوب، تون در اینجا دو پیش هست و این هست رجولو
و این در آخرش چی هست؟ رجلون. خب الحمدلله این هست مثال ها. خب در اینجا اکنون ببینید من ترجمه رو در این میانه نوشتم البیت آن خانه، یا اینکه میتوانید این خیلی بفهمید که خانه خاص، یعنی که هر خانه نه. وقتی که من بگویم البیت یعنی که یکم خانه خاص، اما من هر وقت نمیتوانم خانه خاص نویسم. آن خانه ما هم خیلی کوتاه کرده آن خانه میگوییم. اکنون ببینید بیتون که هست یک خانه نامعین، همین خیلی میتوانید نویسید خانه، خانه، آن خانه. فرق رو فهمیدید؟ وقتی که الف لام رو ما اضافه میکنیم میگوییم یک یعنی خانه خاص، وقتی که الف لام نباشد یعنی که هر خانه که باشد، همین خیلی خانه هر کدامش که باشد. و در اینجا من نوشتم معرفه، در اینجا نوشتم نکیره، یعنی عام، خاص، عام. یعنی این کلمه ها رو از یاد کنید. معرفه چی است؟ نکیره چی است؟ خب و یعنی خبر چی است؟ بخشش مبتدا چی هست؟ اسم چی هست؟ فعل چی هست؟ ان شاء الله آهسته آهسته که یاد گرفتیم این چیزها رو حفظ کنید. و یک مثال دیگر هست الرجل و رجلون. الرجل رجلون. الرجل یعنی آن مرد، یعنی که یک مرد خاص. رجلون یک مرد نامعین. پس الرجل شد معرفه و رجلون شد نکره. تا اینجا امیدوارم واضح شده باشد. دوام میدیم مبتدا چی رو گفته می شود؟ مبتدا چی رو گفته می شود؟ نقطه اول این هست که هر جمله بخشش در جمله شخص، حیوان، جای یا چیزی که درباره او یگان معلومات داده می شود او را مبتدا گفته می شود. یعنی که در یک جمله اگر یگان شخص باشد، حیوان باشد، جای باشد یا چیزی که باشد که درباره او، درباره همون چیز یا حیوان یا شخص وقتی که معلومات داده می شود، وقتی که یگان چیز گفته می شود همان کلمه را مبتدا گفته می شود. نقطه دوم این هست که زیادی وقت مبتدا در اول جمله می آید، چنانکه که در مثال های پایانگی من انشالله برای شما اشاره کرده می فهمونم. و نقطه سوم چی است؟ مبتدا عموما اسم معرفه می باشد. معرفه چی بود؟ خاص. پس یعنی پیش از آن که در مثال ها برویم من بعضی معرفه ها را در زبان عربی با شما می فهمونم. کدام اسم ها، کدام کلمه ها معرفه شمار می شوند در لغت عربی؟ اولا ببینید ضمیرها. فکرم با یعنی زبان تاجیکی هم همین خیلی گفته می شود ضمائر، ضمیرها، ضمائر به عربی. یعنی که تو، من، شما، هر وقتی که این خیل ضمیرها رو شما دیدید، تو، من، شما، او، این ضمیرها معرفه حساب می شوند، خاص حساب می شوند. دوم نامها. هر نامی که باشد، نام کسی که باشد، زن، مرد، صحابه ها، پیامبران، حتی نام های الله ذوالجلال باشد یعنی معرفه می باشند. سوم اسم های اشاره، این، آن. الحمدلله در زبان تاجیکی یعنی به فکرم 3 تا هست، همین قدر هست. این، آن یعنی اینها، آنها 4 تا. یک تاش برای یعنی قریب، یک تاش برای دور، یک تاش برای قریب، یک تاش برای بعید، یعنی به عربی رو همین به عربی هم همین خیل هست. و یک تاش برای فرد و یک تاش برای جمع. این، اینها، آن، آنها همین خیل است. اما در زبان عربی سبحان الله خیلی زیاد هست. خب خیلی زیاد هست، از 12 تا هم زیادتر هست. مثلا وقتی که انشالله نحوه را یعنی بیشتر وقتی که من با شما یاد دادم همش رو میگویم، اما برای فی الحال برای شما یعنی همه ضمائر ضروری نیست، فقط شما مبتدا و خبر رو در این درس باید یاد بگیرید. اما برای همین خیلی جالب شدن من برای شما میگویم مثلا در عربی هست هذا برای یک تا، هذانی برای 2 تا، هؤلاء برای جمع. برای همین وقتی که همون قسمت رو در نحو وقتی که ما در مدرسه میرسیم باید چی کنیم؟ یعنی حفظ کنیم برای اون که میتواند که در یعنی امتحان بیاید. پس یعنی حفظ میکردیم هذا، هذانی، هذین، هؤلاء، یعنی هذه، هاتین، هاتانی، هاتین، هؤلاء. این خیلی برای زن، برای مرد، برای قریب، برای بعید خیلی زیاد هست. خب چهارم هست اسم هایی که الف لام دارند. عموما اسم هایی که الف لام دارند معرفه حساب میشوند.
و پنجم اسم هایی که به معرفه نسبت داده می شوند. اینش کم ترک مشکل، اما در درسی یعنی اضافت در درس مضاف الیه شما یعنی نقطه 5 را خوبتر میفهمید. حالا اگر نفهمید یعنی غمگین نشوید، خاطر نشوید، حاضر شما باید مبتدا و خبر را یاد بگیرید و فقط بفهمید که معرفه و نکره چیست. از همین جو سر کنید. خوب اکنون در مثال ها اگر نگاه کنید، مثال اول چی هست؟ الله ربنا. الله ربنا. الله پروردگار ما است. یعنی که اگر من به عربی قریب ترجمه کنم، الله رب ما است. پس در اینجا شما میبینید که یعنی در اینجا الله کلمه ذوالجلال آمده هست و درباره الله سبحانه و تعالی یک چی است؟ یک خبر، یک معلومات برای ما داده شده است. یا اینکه کسی که متکلم هست، کسی که گپ میزنند، درباره یعنی الله سبحانه و تعالی درباره کسی، درباره چیزی در این یعنی درباره چیزی کسی معلومات میدهد. در این جمله درباره الله سبحانه و تعالی یک کلامی میگوید و متکلم کسی که کلام میکند میگوید که الله پروردگار ما است. پس در این جمله الله یعنی کلمه ذوالجلال، لفظ ذوالجلال چی است؟ مبتدا حساب می شود و یعنی ربنا خبر. اما ما در بخش خبر الان نرسیده ایم. من در همین جا چی میکنم؟ بخشش یک لحظه. خب من در اینجا با قلم به شما نشان میدهم در این مثال ها چی می شود. خب در اینجا لفظ الجلال کلمه الله مبتدا حساب می شود. برای چی؟ برای که ما درباره الله سبحانه و تعالی در این جمله یعنی یک خبر داده می شود، یک چیز، یک کلام گفته می شود. خب و در جمله دوم می بینیم که الصلاة فرض. کمتر عربیش یعنی نوشتهش نسخش کمک ویزیف شده است، اما بازم دیده می توانید الصلاة فرض، نماز فرض هست. پس در این جمله درباره چی یعنی معلومات داده می شود؟ درباره چی سخن، درباره چی هست؟ درباره نماز هست. برای همین هست که الصلاة در این جمله چی حساب می شود؟ مبتدا حساب می شود. و چنانی که می بینید یعنی کلمه لفظ الجلال ما می توانیم بگوییم که یا اینکه نام یعنی الله سبحانه و تعالی هست، یا اینکه این اصلا چی بود؟ الاله، الف لام، الاله، چون که الف لام دارد خاص است، یا اینکه می توانید بگویید که چون که یعنی نام الله سبحانه و تعالی هست، برای همین هست که خاص هست. به هر حال وقتی که الصلاة رو می بینید در اینجا چی می بینید؟ می بینید که الف لام در اولش هست. الف لام بعد هست صاد صلاة. خب الصلاة فرض. پس از خاطر الف لام معرفه هست و معرفه بودنش میلش اما در اینجا مبتدا هست، چون که درباره‌اش یعنی یک معلومات داده می شود. سوم چی هست؟ محمد نبی. محمد صلی الله علیه و سلم نبی است. پس درباره کی در اینجا معلومات داده می شود؟ درباره محمد صلی الله علیه و سلم. برای همین هست که یعنی محمد در این جمله مبتدا هست و مبتدا در اینجا هم معرفه هست، چون که علم هست یعنی نام هست. علم ها یعنی نام های اشخاص هم چی می باشند؟ معرفه می باشند. خب نام های اشخاص یعنی که وقتی که نام یکم شخص باشد معرفه حساب می شود، خاص حساب می شود، چنانکه که در بالا نوشته شده است که عموما مبتدا معرفه می باشد. پس چون که درباره محمد صلی الله علیه و سلم ما در اینجا معلومات می دهیم، محمد مبتدا هست و قسمت بعدیش خبر هست، چنانکه که یاد میگیریم. چهارم این بیان هست، هذا بیانون. پس در اینجا
درباره چی گپ زده می شود؟ شما شاید در جواب بگویید که من نمیدانم و کسی به چیز اشاره کرده در اینجا، به چیز اشاره هست اما نمیدانم به چی اشاره هست. فرق نمی کند که اگر ندانید که به چی اشاره هست، هر چیزی که باشد باز هم هذا در اینجا، یعنی که کلمه اشاره در اینجا مبتدا حساب می شود. هذا مبتدا هست و بیان خبر. و عموما چون که گفتم مبتدا عموما چی می باشد؟ معرفه می باشد و هذا اسم اشاره هست. دوم می دهیم خبر چرا گفته می شود؟ اکنون من یعنی در صحیفه قبلی درباره خبر کمتر گفتم، اما باز هم دوباره تکرار می کنم بعضی نقطه ها را. نقطه اول، معلوماتی که درباره یک چیز، شخص، جای، حیوان داده می شود او را خبر گفته می شود. این برای ما آسانه، برای آن که ما به تاجیکی هم خبر را همین خیلی استعمال میکنیم، یعنی خبر هم همین خیلی میگوییم خبر، یک خبر باشد، یک معلومات باشد. دوم، زیادی وقت، خبر در دوم جای جمله می آید، یعنی بعد از مبتدا. همین خیلی بود در بالا چنانکه در مثال ها دیدیم. نقطه سوم، زیادی وقت خبر نکره یعنی عام می باشد. و چهارم، یعنی که الف لام نمی داشته باشد، یا اینکه اگر الف لام نمی داشته باشد. خب و چهارم نقطه، در یک جمله از یک خبر زیاد بوده می تواند. ضروری نیست که در هر جمله فقط یک تا خبر باشد. مثلا جنت کلان و زیبا است. کلمه کلان و زیبا هر دویشون خبرهای جنت هستند. پس یعنی حتی ما ترکیب این جمله را با تاجیکی هم کرده میتوانیم بگوییم که جنت مبتدا، کلان خبر اول، زیبا خبر دوم. فهمیدین؟ امیدوارم که تا همین جای شما مبتدا خبر رو خوب فهمیده باشین تا اینکه یعنی این جمله ها رو بهتر بفهمید. اگر نفهمیده باشین انشالله این جمله ها برای شما زیادتر و بیشتر واضح میسازد. اکنون جمله‌ای که از مبتدا و خبر یعنی ساخته شده باشند، آن جمله را جمله اسمیه گفته می شود. الجمله الاسمیه. انشالله آهسته آهسته شما این بعض نقطه ها رو که یاد گرفتین در کتاب های کلانتر که رفتیم، بعد شما میتوانید که همه این چیزها رو به عربی بنویسید و من هم به عربی می نویسم. اما شما چون که مبتدیین هستید، من این خیلی آسان کرده به همین خیلی تاجیکی می نویسم، شما خوانده بتوانید و دشواری نباشد. برای همین وقتی که من درس میدهم، من درس دادنم خیلی دیگر خیلی هست. من هیچ وقت از کتاب‌های کلان، از کتاب‌های خیلی به عربی، من میدونم بعضی شما گفتید عربی تو بین یدیک این خیلی کتاب‌ها رو میخوانید، اما لازم نیست. وقتی که شاگرد نو سر میکنند، این یگام گناهی نیست که به زبان خود یاد بگیرید تا یک درجه. یعنی که برای یک زبان رو آموختن اول باید به زبان خودت تا یک درجه پریود باشد، ترجمه باشد. برای همین هست که من همیشه یعنی این خیلی کتاب را در اکران خودم تا یک درجه می نویسم ترجمه کرده تا اینکه شاگرد تا یک درجه بفهمد. بعد وقتی که فهمید بعد به کتاب عربی داخلش میکنم. پس در اینجا میبینیم بعضی جمله ها شما متوجه شوید. النجم بعید، النجم بعید، ستاره دور هست. من چی میکنم؟ انشاءالله من یک مثال رو میفهمونم و من از مثال دوم از شما سوال میکنم. کسانی که راحت هستن شما جواب بدهید. خب برای همین یعنی زوم کم ترک بهتر بود، چون که بعد در زوم آدم میتواند نویسد اما هیچ گپ ندارد. همین هم خیر هست. چی میکنیم؟ شما با میکروفون جواب بدهید. خب مثال اول رو من میفهمونم، بعد انشالله از مثال دوم شما جواب بدهید. النجم بعید چی معنی دارد؟ ستاره یا آن ستاره یا یک ستاره خاص. خب دور است. آن ستاره دور است. پس در این جمله مبتدا کدامش هست و خبر کدامش هست؟ من به این انشاءالله به این قدم چی میکنم؟ اولش رو من یک بار بگویم، بعد انشاءالله از دومش. مبتدا رو من به رنگی کبوت یعنی خطکش میکنم، خط میکشم و خبر رو به یکم رنگ دیگر. پس در این جمله درباره کدام چیز معلومات داده می شود؟ میدانم که درباره ستاره هست. من درباره ستاره گپ میزنم یا این درباره ستاره هست. و درباره ستاره چی گپ زده می شود؟ چی معلومات داده می شود؟ یعنی که ستاره دور هست. پس النجم هست مبتدا. خب من متاسفانه در کامپیوتر که هستم نوشتن کم ترک دشوارتر هست.
نوشتن مشکل هست در اینجا، اما خیلی میبینید کمترک مبتدا و این هست خبر. خب من قلم باید بگیرم که در اکران نوشته بتوانم، اما شما یعنی میبینید تا یک درجه. خب اکنون از مثال دوم من ترجمه میکنم، بعد شما جواب بدهید. خب السكر حلو، السكر حلو، شکر، سکر، شکر بسیار قریب هستند. حلو شیرین است. شکر یعنی که آن شکر یا یک شکر خاص شیرین هست. کدامش مبتدا کدامش خبر؟ السكر مبتدا هست، حلو خبر. درست. خب بخشش من در مثال سوم رفتم، مثال دو در اینجا بوده است، هیچ گپ ندارد. خیلی مثال دوم الرجل واقفون، آن مرد یعنی ایستاده هست. آن مرد ایستاده هست. کدامش مبتدا کدامش خبر؟ رجل مبتدا واقف خبر. درست. الرجل مبتدا برای چی؟ برای آن که درباره رجل گپ زده می شود و واقفون خبری رجل هست. چهارم الطالب مریض، الطالب مریض، الطالب طالب یعنی که شاگرد، مریض بیمار هست، آن شاگرد بیمار است. کدامش مبتدا کدامش خبر؟ الطالب یعنی مبتدا هست و دیگرش مریض یعنی که این خبر هست. درست. بسیار خوب. من این هر یک کدامش خیلی چی نمیکنم چون که کمک در اینجا من را مشکلات میدهد. فقط همین مبتدا را کبود میکنم، دیگرش را خیلی فهمیدید. پنجم الدیک جمیلون، الدیک جمیلون، خروس خوشروی هست. خروس خوشروی هست. خوب بگوید. اینش اصول یعنیش یعنی که یکمش مبتدا می شود دیومش خبر می شود. درست. الدیک مبتدا جمیلون خبر. پس شما یعنی امیدوارم که شما مثال ها رو فهمیدید. شرط نیست یعنی هر مثال رو این خیلی ما گفته بگذاریم، اما میبینیم که ششمش چی است؟ از دفتر و جدیدون. دفتر یعنی که کتابچه، دفتر نو هست. دفتر هم کلمه عربی. هفتم از دفتر چی است؟ مبتدا، جدیدون خبر. هفتمش التاجر غنیون، التاجر غنیون، تاجر یعنی که کسی که فروشنده باشد، بیزنسمن باشد. التاجر مبتدا، غنیون خبر. پس این هست مبتدا. و چنانی که اهمیت میدهید همه مبتدا اول میبیاید و در همه مبتدا الف لام اضافه کرده شده هست. هشتم الدکان مفتوح، الدکان مفتوح، دکان یعنی که بازار، یعنی که مغازه واز هست. محکم نیست، واز هست. الدکان مبتدا می شود، مفتوح یعنی که واز هست خبر. نهم الولد فقیر، الولد یعنی که پسر، بچگک، یعنی طفل خرد که یعنی بچه باشد فقیر هست. بچه یعنی که پسر، آن پسر فقیر هست. پس الولد مبتدا هست، فقیر خبر. دهم التفاح لذیذ، التفاح لذیذ، سیب مبتدا هست در اینجا، سیب لذیذ هست یعنی که چی میگویم؟ لذیذ یعنی خوشمزه، یعنی لذت بخش هست، خوشمزه هست، بمزه هست، بمزه. خب این بود یعنی مثال های مبتدا خبر که بسیار آسان هست. این عموما همین خیلی آسان سر می شود، اما آهسته آهسته یعنی جمله ها که کلانتر شود، جمله ها که درازتر شود، بعد آهسته آهسته کمک مشکلات می شود. اما انشالله شما اینش رو که کردید همش رو می فهمید انشالله. اسم های اشاره. بعضی اسم های اشاره را شما در اینجا می بینید. لازم نیست که همه 12-14 تا را شما حاضر یعنی بیاموزید. همین 4 تا هم که باشد شما بیاموزید خوب می شود. پس در اینجا 4 اسم های اشاره هست. هذا، هذه و ذلك و تلك. پس در اینجا ببینید از یعنی طرف راست ما هذه،
ما هذه، این چیست یا این چی است. ما هذه، و در جواب هست هذه مکواتون، این اتوک هست. پس برای چی هذه استعمال شده هست در اینجا؟ این اسم یعنی این اسم اشاره برای چی استعمال شده است که این خل یعنی اعرابش این خل هست هذه ما هذه مکواتون، برای آن که مکوات اتوک که هست در زبان عربی مؤنث حساب می شود. چون که من برای شما گفتم که هر چیز در عربی، خواه انسان باشد، خواه جانور باشد، خواه هر چیزی که باشد، یعنی که جنس دارد. برای همین یعنی اتوک هم جنس دارد. جنسش چی است؟ زن هست. برای اون که زن ها اتوک میکنن، برای همین شاید باشد. یعنی عموما دیگر چی هست در اینجا؟ در طرف چپ در بالا اگر ببینید، خب اول چی میکنیم؟ اول از همین طرف راست پایانگی اینش رو میبینیم، تخم را. ما تلک یعنی که تلک چی معنا دارد؟ آن چی است؟ آن چیست؟ خب تلک آن معنا دارد. و هذه چی معنا دارد؟ این. خب این و آن چیست؟ تلک بیضتون، آن تخم هست. و چنانی که شما یعنی در صحیفه های بعدی من این رو میگویم، اما چنانی که میبینید چیزهایی که مؤنث هستن یعنی تای مربوطه دارن، این خیلی تا در آخرشون میبینید، یعنی تای گرد دارن. اما من درباره این در صحیفه های بعدی گپ میزنم. خب تا حال چی شد؟ این و آن برای زنانه، اسم اشاره برای چیزهایی که جنسیتشون زن باشد. این، هذه، آن، تلک، یعنی که برای زنها چیزهایی که جنسیتشون مؤنث باشد، برای قریب این می باشد هذه، و برای بعید، برای دور تلک می باشد. بعد در پایان طرف راست چی هست؟ ذلك دیکن و تلک دجاجتون. چی داریم؟ اکنون داریم برای دور، یعنی اسم اشاره دور، اما یکتش برای یعنی جنسی مذکر، یکتش برای جنسی مؤنث. ذلك آن هست دیکن و تلک و آن هست دجاجتون. میبینید در اینجا یکتش خروس، یکتش مرغ گفته میشد به فکر یکتش مرغ، یکتش خروس، یعنی که آن هست مرغ و آن هست آن هست دیکن میشود خروس و تلک و آن هست مرغ. خوب، پس تلک دجاجتون مرغ که هست جنسش زن هست، یعنی که مؤنث هست، و دیکن جنسیتش مرد هست. برای همین هست که ما برای دیکن ذالک رو استعمال میکنیم یعنی برای دور آن، و برای یعنی چیزی مؤنث ما تلک رو استعمال میکنیم. خب و اکنون در طرفی چپ میبینید هذه اذن و هذه عین. هذه این هست، اذن گوش، این است گوش، و هذه و این هست چشم، یعنی که برای قریب، اسم اشاره قریب برای چیزی مؤنث. عموما همچون یک نقطه یعنی برای فایده کسانی که کمتر عربی رو درس خوانده‌اند، یعنی عضوهای بدن که دو تا هست، دست ها، پای ها، چشم ها، گوش ها، مؤنث می باشند. هر عضو بدن این یعنی قاعده کلی نیست، همه وقت این خانه می باشد، اما عموما عضوهای بدنی که دو تا هست، دو عضو هست، مؤنث می باشند. پس در اینجا اذن که برای گوش هست مؤنث هست، برای همین هذه استعمال می شود هذانه. و عین هم مؤنث است، این گوش هست و این چشم هست. در این مثال میبینیم و هذه ید و هذه رجل، و هذه ید و هذه رجل، و این هست دست و این هست پای. مثال های چی؟ هذه. اما در اینجا یعنی اسم های اشاره اونقدر مهم نیست. چی مهم هست؟ مبتدا خبر. در اینجا مثلا در این مثال اگر ببینید هذه میشود مبتدا، و اذن میشود خبر، مبتدا خبر، و اینجا هم مبتدا عین خبر. خب و در مثال آخر هذا کتاب، این هست کتاب، هذا قلم، این هست قلم، هذا مفتاح، این هست کلید.
پس خلاصی همه این چی شد که ما یعنی از این صحیفه شما 4 اسمهای اشاره رو یاد گرفتین. هذا که برای چی هست؟ برای قریب هست، یعنی در اینجا، و برای چیزی که یعنی جنسیتش مذکر باشد هذا. بعد برای مؤنث چی هست؟ هذه. و برای دور ذلك و تلك. هذا هذه ذلك تلك. هذا و ذلك برای مرد یعنی که برای مذکر، و هذه و تلك برای مؤنث. اکنون مشق دوباره شما باید یعنی جواب دهید چنانکه که میبینید در این جمله ها کدام کلمه مبتدا شما میشوند. الجنة جمیلة، ما الکی این را یعنی کردیم. الجنة جمیلة، من همین خیلی تیز جواب میدهم چون که در وقت کم هست تا اینکه تا آخر برسیم ان شاء الله. الجنة مبتدا هست چنانکه که میدونید، جنت زیبا هست چون که ما درباره جنت گپ میزنیم. الجنة جمیلة، جنت زیبا هست. پس الجنة مبتدا هست. ابراهیم حلیم اواه، ابراهیم بردبار و رحمدل هست. پس ابراهیم یعنی کلمه ابراهیم در اینجا مبتدا هست. ابراهیم معرفه هست یعنی خاص هست برای که نام هست، و الجنة خاص هست برای چی؟ برای که الف لام دارد. مبتدا. اکنون هذا یوم عصیب، این روز امروز روزی سخت است. هذا میشود مبتدا چون که ما درباره همین گپ میزنیم، یعنی همین، یعنی که همین روز اصلا مقدر هست. در اینجا چی هست؟ مبتدا که هست مقدر هست یعنی بجا شده هست، پنهان هست. اصلا جمله باید باشد هذا اليوم یوم عصیب، این روز سخت است. اما یعنی کن 2 بار روز رو تکرار کرده شود، برای همین هست که تکرار نشده است. یکم یعنی یوم پنهان هست. هؤلاء بناتی، اینها دختران من هستند. هؤلاء پس چی شد؟ اسم اشاره است که یعنی این را شما نخوندید، اما این برای چی هست؟ برای قریب، یعنی که برای اینها قریب و برای هم مرد و زن اما برای جمع هست. هؤلاء. پس این هم مبتدا هست. همه این سرخ که من یعنی در زیرشون خط کشیدم مبتدا حساب می شوند، و همه این مبتداها معرفه هستند، خاص هستند. هذا و هؤلاء برای که اسم های اشاره هستند. دوام میدیم. کلمه های مؤنث، یعنی که اکنون شما باید بدانید که بعضی مبتداها کلمه های مؤنث می باشند. نقطه اول چی است؟ در زبان عربی تمام اسم ها جنس دارند، انسان ها، حیوان ها، جای ها و تمام چیزها یا جنسی مؤنث زنانه یا جنسی مذکر مردانه. نقطه دوم، اگر مبتدا مؤنث باشد باید خبر، یعنی خبر مبتدا هم باید مؤنث باشد. و معنای این چی است؟ یعنی که اگر خبر مذکر باشد باید اگر مبتدا مذکر باشد باید خبرش هم مذکر باشد، یعنی که باید به هم دیگر بخوانند. سوم، برای آنکه کلمه را از مذکر به مؤنث تبدیل کرده شود، در آخر کلمه تای مربوطه، یعنی التاء المربوطه گفته می شود به زبان عربی. تای مربوطه که چنانه که در قوسک می بینید یعنی حرفی تا که گرد است پیوست کرده شود. به این مثال شما خواهید فهمید خوبتر. این مثال را یک بار بینید. الرجل عالم، پس ما داریم الرجل آن مرد، عالم عالم هست. الرجل مبتدا، عالم خبر. در اینجا الرجل مذکر هست، اسم مذکر هست یعنی که مرد هست، و صفت عالم در اینجا صفت است اما یعنی در جای خبر آمده است. اما یعنی اصلا چی است؟ عالم یک صفت می باشد اما یک خبر هم می تواند باشد. خب عالم چی هست؟ عالم هم مذکر هست. در مثال دوم المرأة عالمة، آن زن عالمة عالمه هست. پس برای آن که من عالم را به عالمه تبدیل کنم چی کردم؟ تای مربوطه رو اضافه کردم، این تا رو در آخر. یعنی اصلا کلمه چی بود؟ عالمون، عالمون میخل بود عالمون. بعد ما چی کردیم؟ عالی میم رو باز کردیم و تا رو اضافه کردیم، عالمتون شد. خب عالمتون. پس در جمله دوم المرأة مبتدا هست که مؤنث هست، عالمتون خبر هست که مؤنث هست. دوام میدیم.
اکنون در اینجا مشق هست که شما باید یعنی اشتراک کنید. این جمله ها را از جنسی مردانه به جنسی زنانه تبدیل بدهید. پس در اینجا هست چی؟ محمد طویل. در اینجا اعراب ها، حرکت ها یعنی بزب شدند در کامپیوتر. شما خیال نکنید که من نادرست موندم. محمد طویل، محمد قد بلند است. پس ما چی میکنیم؟ نام را خیلی باید دیگر کنیم، ظاهر است، یعنی محمد را باید یک نام دیگر را انتخاب کنیم و طویلون را باید ما به یعنی جنسیت زنانه باید تبدیل کنیم. پس یکم کس هست که میخواد این را برای ما بکند؟ مثلا نامی یعنی فاطمه رو استعمال میکنم. فاطمه طویلة. درست. فاطمه اصلا این یک نقطه جدا هست، اما هیچ وقت به نامهای زنها تنوین نمی آید. برای همین من میمونم فاطمه تو. خب فاطمه هم خیلی فاطمه هم اگر بگوید، یعنی عموما کسانی که حتی عربی فصحا وقتی که گپ میزنن همه یعنی اعراب ها را نمیگویند. فاطمه مثلا طویلتون. من خیلی بچگی کم بنویسم، کم ترک بزیم تا وقتی که قلم بگیرم او سکونم خیلی زیاد کلان شد. سبحان الله، خیلی هیچ گپ ندارد. خیلی طویلتون. فاطمه طویلتون. فاطمه قد بلند هست. اکنون هست انس عاقل. انس عاقل. انس با عقل هست. اکنون این را تبدیل میکنیم یکم کسی دیگر، مثلا زینب. بگوید عاقلون رو تای گرد رو پیوست کنید و بگوید عاقی چی میشود؟ عاقلتون. چیکار ندارد میخواد عاقلتون. زینب و عاقلتون. نگم هست در اینجا زینب با عقلمند، یعنی که با فهم. اخیران هست زبیر مسلمون. زبیر مسلمان هست. اینش آسان، اینش رو یکم کس بکند. چقدر ما کلمه مسلمون رو به جنسی زنانه تبدیل میکنیم؟ مسلمتون میشه استاد جان؟ درست. مریم و مسلمتون. درست. خب مسلمتون. الحمدلله همش درست. امیدوارم همه این قسمت رو خوب فهمیدید. اکنون ما قریب هست که درس رو تمام میکنیم انشاءالله. یک دو صحیفه دیگر مونده است انشاءالله. چی کنید؟ کم ترک صبر کنید. اما در اینجا هم شما باید اشتراک کنید. جمله های اسمیه از قرآن و حدیث. اولا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. در اینجا یعنی اعراب ها آلدرش شدن، بزف شدن، آیه رو کم ندرست کردن، اما من درست خوندم. خب این آیه قرآن هست. بیشک شراب، قمار و بتها و گروبندی با تیرها پلیدی هستند. این جمله خیلی جمله دراز هست. کی به من گفته میتواند که در اینجا مبتدا کدامش هست و خبر کدامش هست؟ دراز هست اما نترسید چون که آسان هست. درباره چی گفته می شود؟ بیا من یک بار به تاجیکی یعنی تاجیکیش رو میفهمونم، بعد شما جواب بدهید. به تاجیکی چی است؟ بیشک شراب. درباره چی گپ میزنیم؟ درباره شراب. درباره دیگه چیز؟ قمار، بتها، گروبندی به تیرها. درباره همین چیزها گپ میزنیم. همین خیلی هست. و درباره این چیزها ما چی میگوییم؟ میگوییم که این چیزها پلیدی هستند. پس مبتدا به تاجیکی چی شد؟ مبتدا چندین چیزها شد. من رو میشنوید؟ استاد جان هستم. آواز هست؟ بله.
نه خوب من یک کس خوب. اکنون به تاجیکیش رو فهمیدین؟ به عربی کدامش کدام میشود؟ یکون کس میفهمد یا اینکه نه؟ انما خمر، میسر، انصاب، ازلام، این 4 چیز که یعنی ترجمهش رو میبینید اینها هستن مبتدای جمله و رجسون خبر هست. این جمله کمکک یعنی جمله چی هست؟ دراز هست، اما از جمله های بعدی شما جواب بدهید. یک لحظه. اکنون دوم، هذا سحر مبین. اینجا هذا مبتدا می شود و سحر مبتدا آخرش چی بود؟ اینش مبین. خبر می شود. خبر می شود. خوب جواب رو گرفتم، اما این جواب کمک نادرست هست. من میفهمم برای چی. هذا مبتدا هست، این جادوی آشکار هست. هذا هست مبتدا، سحر مبین اصلا هست خبر. برای چی؟ برای که وقتی ما میگویم این در نظرمون چی داریم؟ شاید شما نفهمید، اما وقتی که ما در قرآن مثلا این آیت رو میخونیم، این میتواند که یا مثلا به خلاف یکم جادوکاری باشد که از طرفی لشکر فرعون یعنی شده باشد، یا اینکه این شاید گفته فرعون باشد که فرعون میگوید که این جادوگری هست از طرف تو ای موسی. یعنی که هر چیزی که این هست، یعنی که یکم واقعی که شده باشد، چی میگوید؟ این متکلم میگوید این واقعه. یا اینکه اگر فرعون به موسی علیه السلام اگر این کلام رو میگوید ای موسی این یعنی معجزه را در نظر دارد، اما اون معجزه که گمان نمیکنه، میگوید این کاری که تو کردی، یعنی که هذا مبتدا هست. و در اینجا مبتدا اصلا یعنی پنهان شده هست، یعنی که هذا العمل یا اینکه هذا الشیء این چیز، هذا هر چیزی که باشد. خب پس هذا مبتدا سحر مبین چی هست؟ خبر هست. این جادوی آشکار هست. سوم، قال هي عصای اتوکل علیها. یعنی که سومش چی است؟ این قال هي عصای اتوکل علیها پورا یعنی ترجمه نیست. این عصای من هست، یعنی که این عصا رو میدانید این عصای من هست. اتوکل علیها یعنی که من بالای این چی میکنم؟ تکیه میکنم. اما اینش نوشته نشده است، نمیدونم برای چی ننوشتم. خب تا اینجا شما ببینید، برای که مربوط این درس ما نیست، برای همین من ترجمه نکردم. اما موسی علیه السلام میگوید این عصای من هست. قال این شد فعل، اما در اینجا اگر ببینید هی عصای، کدامش مبتدا کدامش خبر؟ هی عصای. هی عصای مبتدا می شود سوزتی؟ فقط هی اسم اشاره. هی قال خبر می شود گفته نه؟ نه قال در اینجا فعل هست و گفتم که این رو یعنی بیرون کنید، فقط در این دو کلمه برای این دو کلمه جواب بدید. عصای این خبر می شود. درست. یعنی که قال یعنی که این جمله اسمیه هست که در داخل جمله فعلیه هست، چون که اصلا در اینجا قال فعل می شود، هی عصای یک جمله اسمیه هست که در داخلی یعنی جمله فعلیه هست. قال این می شود مقوله، اما این یک بخش دیگر هست. هی این هست عصای من، این مبتدا عصای من خبر. چهارمش هست محمد رسول الله. محمد رسول الله، محمد پیغمبر خدا هست. پس در اینجا مبتدا کدامش هست؟ فکر کنید درباره چی گپ میزنیم و کدام فایده میدهیم، کدام معلومات میدهیم. این خیلی شما مبتدا و خبر رو جدا کنید. محمد یعنی محمد که محمد خبر است؟ خبر نیست. آیا محمد یک معلومات هست؟ مبتدا هست. بله مبتدا هست. این محمد رسول الله این خبر است. درست ها. محمد مبتدا، رسول الله خبر. و در درونی خبر زیادی وقت یعنی قسم های میده تر هم می باشد. مثلا در اینجا مضاف الیه هست، اما حالی ما در کار نیست که در این خیلی میده یعنی تفصیلات میده رویم. پنجمش هست قال هذا ربی هذا اکبر، یعنی که پیغمبر یعنی ابراهیم علیه السلام در یک وقت گفت این هست پروردگار من، این بزرگتر هست. قال هذا ربی هذا اکبر. پس شما
قال رو نگاه نکنید، یعنی قال رو نگاه نکنید، این فعل هست. مبتدا فقط این دو تا رو نگاه کنید. هذا مبتدا ربی خبر. درست. در اینجا دو تا هست، هذا و این هذا هم. درست؟ بله دو تا هست دست. بله هذا مبتدا ربی پروردگاری من هست، خبر هذا این هست دوم، یعنی مبتدا اکبر اکبر خبر. خبر. ششم و امه صدیقه و مادرش راستگوی بود. خب واو رو خیلی نگاه نکنید، در اینجا مبتدا کدام هست و خبر کدام هست؟ امه مادری وی. امه خبر مبتدا هست. صدیقتی صدیقتی این خبر است. درست. صدیقه معنایش چیست؟ راستگوی. پس امه مادری وی درباره کی گپ می‌زنیم؟ درباره مادری وی، مادرش. و بله. صدیقه خبر می باشد. خب جزاک الله خیرا. دوام میدیم. یک خیر. کوشش کنید میکروفون های خود را خاموش کنید تا اینکه آواز من یعنی صاف رود. اکنون تمام این دو صحیفه دیگر هست، من تیز گفته میگذرم، یعنی شما میتوانید که یعنی بعد از 2-3 دقیقه ما تمام میکنیم. ما هذا این چیست؟ هذا بیتون این هست خانه، یک خانه. پس هذا هست کلمه اشاره برای یکم چیزی که مذکر باشد و بیت هست خانه، مبتدا خبر. و در اینجا سوال شده است هذا بیتون، آیا این خانه هست؟ نعم یعنی که بله، یعنی که خب هذا بیتون این خانه هست، یک خانه هست، یعنی که یکم خانه عام غیر معین. ما هذا این چیست؟ هذا قمیصون این قمیص هست. اینا میبینید این رو با توجه که هر چیزی که میگویند قمیص. خب این قمیص هست. هذا سریرون، هذا سریرون آیا این یعنی بستر هست؟ آیا این یعنی دیوان هست؟ لا هذا کرسیون، نه این کرسی هست. خب این کرسی هست، با توجه کرسی با اولوسی ستول، این ستول هست. خب پس در تمام این جمله ها شما میبینید هذا وقتی که در جواب گفته میشود هذا کرسیون مبتدا خبر، و میبینید که وقتی که جنسی چیز تبدیل میشود، خب در اینجا یکم چیزی زن چی مؤنث اصلا نیست، به فکرم در صحیفه بعدی می باشد، اما همه چیزهایی که در اینجا هست جنسیتشون چی هست؟ مذکر هست، مردانه هست. هذا مفتاح، اما کلمه های نو رو شما یاد میگیرید. خانه بیتون، قمیص، کرسی، قلم. و در اینجا چی هست؟ مفتاح. آیا این کلید هست؟ لا هذا قلم، نه این قلم هست. پس این کلمه ها رو شما کوشش کنید حفظ کنید، برای که اگر کلمه ها رو ندانید گپ زدن نمیتوانید در آینده، یعنی نمیفهمید، یعنی فقه رو نمیفهمید، حدیث رو. سریرون بستر، دیوان. خب هذا بیتون این خانه هست، هذا مسجدون این مسجد هست، هذا بابون باب یعنی دروازه، هذا کتابون، هذا قلمون، هذا مفتاح کلید، هذا مکتبون میز برای یعنی درس خواندن، هذا سریرون خیلی بستر یعنی که دیوان، هذا جای خوب. هذا کرسیون. خیلی آسان این کلمه ها را، یعنی من با شما درس داده نمیتوانم علاوه از این. کار شما در اینجا باید چی باشن؟ بخشیش میکروفون نمیدانم صاف هست. شما باید اینها را حفظ کنید. در این قسمت درس همین از شما یعنی طلب هست. و در آخر چی هست؟ بیتون البیتو، یعنی که یک خانه نامعین، البیتو آن خانه. کتابون الکتابو، یک کتاب نامعین، کتاب معین. دیدید که چخیل و کلمه الف لام یعنی چسبانده شد، اضافه کرده شد، و وقتی که الف لام وقتی که اضافه کرده می شود تنوین می افتد. برای چی؟ برای که در یادتون باشد یکی از قانونهای مبتدا یا اینکه اسم چی است؟ یکی از قانونهای اسم این هست که تنوین و الف لام یک جای در کلمه بودن نمیتوانند، یا اینکه کلمه تنوین می داشته باشد و یک حرکت در آخر، یا اینکه تنوین می داشته باشد. پس در اینجا از بیتون البیتو. خب قلمون القلمو،
جمل الجمل. خب بعضی مثال های دیگر. القلم مکسور، آن قلم شکسته است. مبتدا خبر، مبتدا معرفه هست، خبر نکره. الباب مفتوح، دروازه باز هست. الولد جالس والمدرس واقف، پسر ششته هست و مدرس یعنی معلم خسته است، استاد هست یعنی که ایستاده است. خب و معلم ایستاده هست. در اینجا هم مبتدا خبر، مبتدا خبر. هذا مسجد، این مسجد هست. و ذلك بیت، و آن خانه هست. این مسجد هست و آن خانه هست. این آن. هذا ذلك، این خانه هست، بخشش این مسجد هست، آن خانه هست. هذا مسجد ذلك بیت. هذا حصان و ذلك حمار. هذا حصان و ذلك حمار. این اسب هست و آن چی میگویم؟ حمار، خر هست. این اسب است و آن خر هست. بعد در اینجا سوال شده است اذلک کلب، آیا آن، خب آیا آن یعنی در اینجا که میبینید آیا آن سگ هست؟ جواب لا ذلك قط، نه آن پیشک هست. ما ذلك، آن چی است؟ یعنی این چیزها گویا دور هستند. آن چی است؟ ذلك سریرون، آن بستر هست، آن جای خواب هست. خب برای همین من این صحیفه های درس اول عربی رو با شما روان میکنم. خواهش میکنم که از من یعنی چندین بار سوال نکنید. من در فکرم هست، شما همیشه در فکر من هستید الحمدلله. اما در بین درس ها یک هفته هست. برای همین من یعنی انشالله امروز کوشش کنم، اگر امروز نشد طاقت کنید پگاه برای شما درس های این صحیفه های درس اول رو روان میکنم. با ویدیو یک بار دیگر گوش کنید، بفهمید یک هفته داره تا هفته دیگر روزی کدام روزی که باشد روزی عربی. و این چنین برای کسانی که فقه میخواهند، صحیفه های فقه یعنی یا اینکه مقدمه العلم رو میخواهند، من مقدمه علم رو هم برای شما روان میکنم. الحمدلله درس در همین جا خاتمه دارد. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.